سوریا ارشا یکینین پاراستنا گل لکوبانه لسر بارگین پارتین سیاسیین کرد سر بنجمن اجتماعی کردی شرمزار کرد. درویش داخفنه کی تایبت ده با کانال آسمانی گلی کردستان افکریار با کی کار کی نبر پرسیارانه بنام کرو داخل جمعی آلیان کر و کرگاره شرمزار بکن. براستی او ایریش ند بیرامده بود. با قط باور ند کردیش که ولو حواله پارتیا پیاده وی کاری بکن. افکار کاری کارکی خراب بود نباش بود. بکه معنی دتشلوه پیش هنیک جه کارکی به مسئولیت بود. آدیا کارکی بر براکوجیه کار خوابخطیه بر کرد بکوچه دهته دیش با ویاوی افکار گناهکار دبینم و دبینم ملت کرد زاری کرد به سوریه همو وی کاری گناهکار بکن دبنا واجی دی پیاده خلق پیاده ای وطنی شریف او جی گناهکار بکن و ببینن که کارکی نباش بود. درویش روها بالکشان لسر ماندورا و کریاره لسر رکتنا هولیری وگود و کریاره رکتنامای هولیری کشتیه درباری بهانه یکینین پاراستن جی که خود گراوی علای رزگاری کردان علاقدار نکه همین درویش دیار کرد که یکینین پاراستن دیرو که ناس نکن و افعال نه علا بحثه لبلید بنسیا و علیده چندین شهید بوده. تاریخ نزانن به دیرو که نزانن به میجو نزانن آلا شکری قوتی آلا سبرید عسلی آلا هاشم الأتاسي آلا رشدي كيخياي استقلال شكرن وان أفعال داني نبعث داني آلا بعث بعد ينذكرن بلام آلا استقلال بايا كما وبين وآل دين سبب آلا خلق سوريا آلا كرد عربي بدها خلق كرد لسوريا بر آل تعابين مندوب هاتو كشتن شهيد بون وقت سال 1946 ایرو چه ما به آلی دینن چه جناب آلی هایی بکردره. هر واحد درباره اتن ارتش آزاد با تاق اشرفیه و بویرین و دورجی سکرتیر پارتی دموکرات پیشروی کرد لسوریه تگاز کرد که اول دیجیات ناچکدار اپوزیسیونی بوی دوریو بانجی لگلی کرد گر هشیار بنون نکوین کنجلا شر کردی و به رکا دیالوگ پرسکرکان شار سر بکن. ام هیوی دیکن گله آوای کردستان گله به هدوء تصرف بکه انجیار نبه شر براتیه براکوجیه کارکی سیاسی کارکی آشتی به حوار ام کیش حل بکن نبه براکوجیه و نبه خوینه حل بکن. بله تماشاگر نجاب و گفتگو کردن از زیادتر لسر و مجاره نهاب رئیس فیصل یوسف سروکی انجمن اجتماعی کردی لسوریه